تا حالا شده به یکی وکالت بلا عزل بدین بعد پشیمون شین میخواین عزلش کنین؟ اتفاقا پدرامم وکالتی رو که به محسن داده بود میخواست پس بگیره. وقتی میره دفتر خونه بهش میگن وکالتنامت بلا عزله، نمیتونی عزلش کنی. به پدرام گفتم همینطوری به محسن وکالت دادی یا ضمن عقد دیگه ای بود؟ نه، ضمن عقد دیگه ای نبود، فقط بهش وکالت دادی که خونه تو بفروشه. خب پس میتونی عزلش کنی. دفتر خونه ها یه متنای آماده ای دارن که توش نوشته ضمن عقد خارج لازم. مردم هم نمیدونن چیه، همینطوری امضا میکنن. مثل پدرام که واقعا عقد خارج لازم دیگه در کار نبوده که ضمن اون وکالت داده باشه. برای همین حتی اگه تو وکالت نامه بنویسه بلا اصل مهم نیست و قابل اصله. نگران نباشید، ضمن عقد خارج لازم رو الان توضیح میدم. راستی کانال رو سابسکرایب کنید و علامت زنگوله رو بزنید تا بتونید جدیدترین ویدیوها رو ببینید. عقد لازم یعنی عقدی که یه طرفه نمیشه به همش زد، یعنی هر دو طرف باید راضی باشن که بشه اون رو به هم زد، مثل صلح، بیع، اجاره. ضمن عقد خارج لازمم یعنی این که باید یک عقد لازمی مثل همون بیع، صلح، اجاره باشه که ضمن اون وکالت بدن تا وکالت بشه بلا اصل. به خاطر همین پدرام میره دادگاه و محسن رو از وکالت عزلش میکنه. 5 نکته حیاتی. 1. به نظرتون اگر وکالت بلا عزل بود پدرام میتونست قبل از محسن خودش خونش رو بفروشه؟ بله، میتونست بفروشه، خونشه، اختیارشو داره. 2. اگه پدرام خودش بره خونش رو بفروشه و بعد محسن بره خونش رو به یکی دیگه بفروشه، تکلیف چیه؟ معامله پدرام درسته، منتها خیلی خوبه که شده با یک پیام به محسن اطلاع بده که محسن دیگه نره خونه رو به یکی دیگه بفروشه. حالا اگه محسن اطلاع داشته باشه و بره خونه رو به یکی دیگه بفروشه، انتقال مال غیر کرده و مجازات سنگینی داره. 3. میشه تو وکالتنامه بلا عزل شرط کرد که پدرام حق نداره خونش رو خودش بفروشه؟ بله، میشه شرط کرد. 4. اگر پدرام فوت بکنه تکلیف وکالت چی میشه؟ وکالت از بین میره. 5. اگر پدرام یا محسن دچار جنون بشن چی میشه؟ وکالت باز هم از بین میره. یادتون باشه خیلی از پرونده ها مربوط به اموالیه که با وکالت فروخته میشه، در حالی که ممکنه موکل فوت کرده باشه، مهجور شده باشه، خودش خونش رو فروخته باشه. اون وقت اونی که خونه رو از وکیل خریده میفته تو دردسر. پس اگه میخوان خونه رو از یک وکیل بخرید یا میخوان به کسی وکالت بدین، حتما قبلش مشورت کنید.